سلام. امروز قراره بریم سر وقت یه موضوع مهم اما ساده. دامنه یا دامین چیه؟ اگه تو هم رفتی دنبال ساخت وبسایت یا خرید دامین و اصلا نفهمیدی چی به چیه، این ویدیو مال توه. دامین یا دامنه که تلفظ اصلی انگلیسیش دومین هست، همون آدرسیه که ما توی مرورگر میزنیم، مثل google.com، مثل uicar.com. دامین جایگزینیه برای آی پی آدرس. مثلا به جای اینکه من بزنم 172.168.225.5 میرم میزنم google.com، سایت من میاد بالا. مثل پلاک خونه میمونه برای اینکه همه بتونن راحت ما رو پیدا کنن. دامین از 3 بخش اصلی تشکیل شده: زیر دامنه یا همون ساب دامین، اسم دامنه، پسوند. حالا ساب دامین چجوریه؟ مثل blog.uicar.com. پسوند چیه؟ پسوند اون قسمت آخر دامینه، مثل .com، مثل داتایار، که معمولا 3 نوع اصلی داره: یا تخصصیه، یا کشوریه، یا عمومیه. مثل .com عمومیه، داتایار کشوریه، تخصصی حالا یا .app یا .me یا هر چیز دیگه. خیلی پسوند داریم. دامین چطوری ثبت میشه؟ دامین از طریق شرکت‌های به نام رجیسترر ثبت میشن. توی ایران نیک داتایار رجیسترر دامین آیاره. مثل دامین‌های بین‌المللی برای .com مثلا میتونیم گوددی، گوگل دومینز و نیمچیپ رو میتونیم اسم ببریم. برای ثبت دامنه اول باید چیکار کنیم؟ اول باید اون اسممون رو انتخاب کنیم. بعد بریم اون اسم رو بخریم و بعد از اون بریم DNS رو تغییر بدیم به هستم. دامین چطوری ثبت میشه؟ دامین از طریق شرکت‌های به نام رجیسترر ثبت میشن. توی ایران نیک داتایار رجیسترر دامین آیاره. مثل دامین‌های بین‌المللی برای .com مثلا میتونیم گوددی، گوگل دومینز و نیمچیپ رو میتونیم اسم ببریم. برای ثبت دامنه اول باید چیکار کنیم؟ اول باید اون اسممون رو انتخاب کنیم. دامین‌ها کجا ثبت میشن؟ دامین‌ها تو دیتابیس‌های در سامانه‌های مخصوصی به نام رجیستری ثبت میشن. وقتی دامینی ثبت میشه اسمش وارد اون دیتابیس میشه و تا وقتی تمدیدش کنی مال شماست. بریم با هم یه دونه دامین رو بخریم. خب برای اینکه یه دامنه رو بخوایم ثبت کنیم باید اول وارد یه دونه از این وبسایتایی که هست یا دومین میفروشن، مثل هاستینگر، مثل گوددی، حالا ایرانیاش مثل نتافراز، مثل پارس پک، مثل خیلی های دیگه. خب من بیشتر از نتافراز استفاده میکنم. من اینجا وارد سایت نتافراز میشم. برای اینکه بخوام یه دامین رو ثبت کنم میرم دامین داخل ثبت دامین. اینجا دامینی که میخوام رو، اسمی که میخوام رو سرچ میکنم که ریلکسینگ سم هست و اینجا پسوندش رو بهش میگم که مثلا آیا رکام کو سایت هرچی هست که من .com میخوام. دکمه جستجو رو میزنم. این برای من اویلیبیلیتی این دامین رو به من میگه که اگه این من ربات رو بزنم و دکمه جستجو شروع میکنه سرچ کردن که این آزاده یا نه. همونطور که میبینین ریلکسینگ سم آزاده .comش و خب من میتونم اینو به سبد خریدم اضافه کنم. برای تکمیل کردن سفارش دکمه تکمیل سفارش رو میزنم. اینجا میگه که مثلا سروراتون نیم سروراتون باید این باشه و اگر هم که خوب از نتافراز داشته باشین که مستقیما رو خودش ست میشه چون پیش فرضاش همینا هست. اگر نه که میتونید اینجا حتی تغییرش هم بدین. دکمه ادامه رو میزنم و اینجا سفارشم رو تکمیل میکنم. خب همونطور که میبینید پرداخت من با موفقیت انجام شد و دامین الان به نام ثبت شده. شما کافیه فقط توی یکی از این وبسایت ها یه اکانت داشته باشین و بعد برین دامینتون رو جستجو کنید و خودتون دامینتون رو بخرید. نیازی هم به کس خاصی نیست، خیلی هم راحت همونطور که دیدین انجام میشه. حالا میخوایم بریم سر وقت قسمت DNS، قسمت سخت ماجرا و اینکه چجوری این DNS ها رو ما بتونیم ست کنیم. شما اگه یه دونه هست از همین شرکت خریداری کرده باشین اتوماتیک DNS ها سته و نیازی نیست کاری بکنین. اما اگر هست رو
از شرکت دیگه خریداری کرده باشین، باید نیم سروراتون رو عوض کنید به نیم سرورهای اون شرکت. مثلا من هستم روی گودادیه، هستم روی پارس پک یا جای دیگه، باید نیم سرورهای اونا رو اینجا بزنم، داخل جایی که دامین ثبت شده بزنم. یعنی مثلا من میرم داخل این، میبینید ریلکسینگ سم اینجا فعاله، اینو من روش میزنم که باز بشه و بعد اینجا نیم سرورهای دامنه رو تغییر میدم. اینجا میتونم بیام تو این دوتا فیلد نیم سرورامو، یعنی اگه اینو بزنم روی استفاده از نیم سرورهای انتخابی، خیلی راحت اینها جایگزین میشن اینجا. خب بعد از اینکه دامین رو خریدید، پرداختتون با موفقیت انجام شد، یه همچین ایمیلی برای شما میاد، خب که میگه که این دامین برای شما ثبت شده و لطفاً ایمیلتون رو وریفای کنید. Please click here to verify your domain. و همین راحتی، یعنی اینو که من اینجا بزنم به شما میگه که دامینتون وریفای شده. خب اینم از مرحله کانفرمیشن ما. یه ایمیل های دیگه هم میاد مثلا به همین صورت که مثلا اینجاش اینم همونه دیگه. در واقع میبینید که دامین من اینجا ثبت شده. ساختار اینترنت چجوریه؟ اینترنت مجموعه از کامپیوترهای به هم متصله. توی این مجموعه از کامپیوترهای به هم متصل یه سیستمی وجود داره به نام DNS که این DNS سیستم DNS باعث میشه که دامین به IP تبدیل بشه. در واقع DNS سیستم تبدیل اسم دامنه به IP. DNS چیه و چجوری کار میکنه؟ DNS مثل یه دفترچه تلفن عمل میکنه. مثل یه دفترچه تلفنی که شما اسامی اشخاص رو یه بر نوشتین، شماره تلفن اشخاص رو یه بر دیگه نوشتین. دقیقاً به همین صورت میاد دامین ها رو یه بر و IP آدرس ها رو یه بر مطابق هم قرار میده. این سیستم تبدیل IP توسط سرورهای مختلفی مثل DNS Resolver، Root DNS، Authoritative DNS، TLD DNS انجام میشه. خب ما اینجا داشتیم در مورد رکوردهای دامنه صحبت میکردیم که در واقع وقتی دامنه ثبت میکنیم باید مشخص کنیم به کجا وصل بشه. برای این کار از DNS رکوردها استفاده میکنیم. مهمترین نوع رکوردهای DNS اینها هستند. A رکوردها که کاربردش اتصال دامنه یا ساب دامنه به IP سرور، مثلا example.com میره به 192.0.2.1 که میگن این یه A رکورده به یه IP زده شده. AAAA رکورد همون 4 تا A رکورد که IPv6 در واقع مشابه A رکورد برای IPv6 ها، IP ورژن 6 یا ورژن 6. سینیم رکورد ها که کاربردش برای اتصال یه دامنه به نام دامنه دیگه است، نه به IP مستقیم، مثلا example.com www.example.com به example.com. MX رکورد ها هستن. MX رکورد ها رو اینجا براتون توضیح دادم که داستانشون چجوریه. MX رکورد برای میل اکسچنج هست، برای میل سرور هست. مشخص کردن سروری که ایمیل‌های دامنه به اون برن. همونطوری که بهتون گفتم و مثال زدم، شما یه دونه هست میگیرید از یه جایی که میل سرور داره و MX رکوردش رو میزنید به اون. mail.example.com رو میزنید به اون IP مد نظرتون. در واقع اول یه A رکورد تعریف میکنید و بعد اون یه A رکورد به نام میل تعریف میکنید و بعد اون میل رو میزنید به MX رکوردش رو میزنید به دامین اصلی. TXT رکورد ها در واقع کاربرد اینا وارد کردن متن برای اعتبار سنجی و امنیت، مثل گوگل سایت وریفیکیشن، DKIM، SPF.
برای اینکه بگی فقط سرورهای خاصی اجازه دارن که از طرف اون دامنه به تو ایمیل بفرستن. TXT رکوردها برای این کار. NS رکوردها یا نیم سرورها مشخص میکنن که کدوم سرورها مدیریت DNS این دامین رو بر عهده دارن. ns1.hosting.com، ns2.hosting.com، ns1.netafraz.com یا یه همچین چیزی. یا مثلا من اینجا الان شما دارین اینجا میبینید ns همون dave.ns.cloudflare.com یا یه همچین داستانی که اینجا شما دارید میبینید. در واقع SRV رکورد ها که کاربردشون برای مشخص کردن سرویس های خاصه، مثل مایکروسافت تیمز، وایب و چیزهای دیگه، اپلیکیشن خاص. PTR رکورد ها، پوینتر رکورد ها، در واقع کاربردشون این مدلیه، برعکس ای رکورد عمل میکنن. تفاوت هاست و دامین چیه؟ دامین مثل آدرس میمونه، هاست مثل خونه میمونه. وقتی ما دامین میخریم هاست نمیخریم، مثل اینه که شما آدرس رو خریدی ولی تو اون آدرس هیچ خونه‌ای نساختی. من یه ویدیو راجع به خرید هاست برای اینکه چه هاستی بخریم ضبط کردم و این بالا براتون آدرسش رو میگذارم. یه سری نکات هست برای خرید دامین، اینکه دامینمون هر چقدر کوتاه‌تر باشه بهتره. پسوند دامنمون هم خیلی مهمه. معمولا پسوند دامین‌های بین‌المللی خیلی بهتره تا اینکه بخواد پسوند خاصی باشه، مگه اینکه ما خودمون اسم خیلی خاصی مد نظرمون باشه. اینکه راحت توی ذهن بمونه خیلی مهمه، اینکه طرف سریع یادش بیاد که هان این دامین مال کی بوده، چند حرفی بودنش خیلی مهمه. و اینکه املای خیلی سختی هم نداشته باشه. اگه املای سختی داشته باشه، طرف برای اینکه بخواد سایت شما رو ببینه کلی باید زحمت بکشه و تلاش کنه و شاید همونجا خسته بشه و اصلا نیاد توی وبسایت شما. میخوایم یه مقداری تخصصی تر روی بخش اینترنت تمرکز کنیم، ببینیم که ساختار اصلی اینترنت چجوریه. در واقع اینترنت از چه چیزایی تشکیل شده؟ اینترنت از یک عالمه شبکه کامپیوتری تشکیل شده که این شبکه ها شامل روتر، کامپیوترهای سرور، کامپیوترهای کلاینت و زیرساخت های اینترنت میشن. این شبکه های بسیار کوچیک و بزرگ مختلفی هستن که شبکه های بزرگترش رو بهش میگن AS یا Autonomous Systems. AS چی هن دقیقاً؟ شامل یه عالمه زیرساختن که ساختار اصلی اینترنت رو تشکیل میدن. در واقع بکبون اصلی اینترنت روی این AS ها هستن. در واقع میشه گفت مثلا شما فرض کنین اینترنت یه دونه شهره، خب، که محله هاش میشن هر کدوم یه دونه AS. حالا این محله ها یا AS ها یا اتونوموس سیستم ها، اینا با چه پروتکلی کنترل میشن؟ با پروتکل BGP. پروتکل BGP خیلی راحت دیتا رو از این AS به اون AS منتقل میکنه. چه سازمان‌های اینترنت رو مدیریت میکنن؟ سازمان‌هایی مثل آیکن، مثل RIR، مثل IANA، مثل IXPS، مثل ISP ها. ISP ها رو خب ما خیلی شنیدیم، چون هر کدوم از اینترنت پرووایدرایی که شرکت هایی که توی ایران هستن، مثل پارس آنلاین، مثل خود مخابرات که اینترنت رو به شما ارائه میدن، ISP هستن. آیکن چیه؟ آیکن وظیفه مدیریت نام دامنه ها، وظیفه اساین کردن IP ها و اینها رو بر عهده داره. IANA چیه و وظیفهش چیه؟ IANA وظیفه مدیریت کردن یه سری از IP ها، پورت ها و ASN ها رو داره. RIR چیه؟ RIR سازمانهایی هستن که وظیفه مدیریت IP ها و ASN ها رو در مناطق مختلف دنیا دارن که برای اروپا یه چیزه، برای آسیا یه چیزه، برای آفریقا و هر قاره یه سازمانی در IRI وجود داره که اسماشو من اینجا براتون می نویسم. مناطقی هم که AS ها به هم متصل میشن و IXPS میگن.
خب تو این ویدیو یاد گرفتیم که دامین چیه، چطوری کار میکنه، چطوری ثبت میشه و اصلا چرا مهمه. اگه دنبال طراحی یه وبسایت هستی، قدم اول انتخاب دامنه میتونه یه قدم خیلی خوب باشه. اگر سوالی داشتی حتما توی کامنت ها از من بپرس.